خب سلام علیکم و رحمت الله و برکاته برادران و خواهران گرامی. امروز انشاءالله با اذن و اراده خداوند جل شأنه و دستگیری شما انشاءالله درس خودمون رو دوام میدیم. درس امروزه درس 13 از سلسله درس های تجوید قرآن کریم با زبان تاجیکی. از درس های قبلی یک یادآور میشویم که ما کدام موضوع ها را گذشته بودیم. یادتان باشد اگر اولا ما حروفات زبان عربی را با هم گذاشتیم، بعدا موضوع استعلا و استفاله را گذاشتیم، گفتیم که 28 حرف زبان عربی به دو قسم جدا می شود. خب 7 حرفشان استعلا است، خص و ضغط قض، و باقی مانده 21 حرف دیگر استفاله. و همین طریق بعد از اون موضوع تفخیم و ترقیق خواندن لام لفظ الله گذاشتیم با شما، و بعد از وی خب احکام حرف را گذاشته بودیم. و تا امروز 12 درس الحمدلله که به آخر رسید. امروز موضوع نو، یعنی یکی از موضوعهای بسیار هم وسیع در علم تجوید انشاءالله با هم شروع میکنیم که این موضوع نام دارد قاعده های نون ساکن و تنوین. شما در درس های قبلی اگر کسیتون تماشا کرده باشید یادتون باشد اگر در درس نهم ما خب نون ساکن چی است و تنوین چی است اینا با هم صحبت داشتیم. اگر کسی تماشا نکرده باشد میتواند که یک بار دیگر درس نه خب تماشا کند بیند. و ما گفته بودیم که نون ساکن خب حال به حرکت حرف رو نون ساکن مینامند، یعنی یک نونی که حرکت ندارد، نه زبر دارد، نه زیر، نه پیش، علامت سکون در بالاش دارد. و تنوین گفتیم تنوین دو زبر، دو زیر، دو پیش رو میگویند. و رابطه یا این که ارتباط بین این دو حرف، این بین حرف نون ساکن و بین علامت تنوین، رابطه بین اینها در چی است؟ گفتیم که تنوین همان نون ساکن است زاید که در لفظ هست، در خط نیست. یعنی وقتی تلفظ کردن تنوین البته همون نون ساکن احساس میشد، شنیده میشود. خب مثلا ان، این، اون گفتنده ما همون نون احساس میکنیم که وجود دارد. بنابراین قاعده های هر دیش یک میگذارد. سوال: نون ساکن و تنوین چند قاعده دارد؟ نون ساکن و تنوین چند قاعده دارد؟ جواب: نون ساکن و تنوین 4 قاعده دارد. یکم اقلاب، دوم اظهار، سیم ادغام، چهارم اخفا. نگفته نماند که من یعنی دانسته گویم یا که ارادتمندانه من اول اقلاب آوردم در اینجا بعد اظهار آوردم. شاید بعضی از شما خب اراد گیرد که چرا اول اظهار نه بعد اقلاب، چون که در اکثریت کتاب ها همین خیلی آمدگی است که اول اظهار میگن بعد اقلاب. اما من از همون تجربه اندکی که دارم مشاهده کردم که اگر یک نفر رو اول موضوع اظهار فهمونید خب مشکل فهم است، کمی مشکل میشد برای نو یادگیر. به خاطر که شما اگر که دانید موضوع اظهار هیچ فرقیت، هیچ تغییرات وارد نمیشود در وقتی خواندن. و شخصی که نو اکنون موضوع نون ساکن و تنوین خوانده ایستاده است حیران میشود، میگه پس یعنی چی فرق دارد؟ هیچ چیز تغییر نیافت، پس این قاعده یعنی چی چیز رو عوض کرد با آموختن این قاعده؟ بنابراین من اول اقلابه میخوام بگذارم بعد موضوع اظهار گذاریم آسان تر میشود. خب انا اکنون امروز درسی اصلی ما یعنی موضوع اقلاب. سوال: اقلاب چیست؟ جواب: از حالت به حالت دیگر گردانیدن حرف را اقلاب گویند. هر یک چیزی را که اگر از یک حالت به حالت دیگر بگردونیم و یا اقلاب میگن، قلب میگن. باز یک نکته دیگر را بگیم که اکثریت علما اقلاب خب دوست نداشتن نامگذاری اقلاب، بلکه قلب میگن که این نام یعنی خطای شایع است، همین اقلاب مشهور شدگی است، اما در اصل صحیح ترش چی است؟ قلب گفتن است. یعنی از یک حالت به یک حالت دیگر قلب کردن حرف، تاب خوردن یک حرف، تغییر یافتن یک حرف اقلاب میگن. خب در اصطلاح زبانی تاجیکی خودمون هم هست که وقتی که پوچه انسان من خیلی تاب میخوره در میابد، میگه که پوچم قلب یافت یا که پوچم قلب خورد. گفته همین خیلی یعنی تاب خوردن، روی دیگر گشتن قلب میگن. سوال: حرف اقلاب چند تا و کدام است؟ جواب: حرف اقلاب یک تا و ب می باشد.
اکنون از همون 28 حرفی که هست دوستان عزیز، 28 حرف در 4 قسم جدا می شود. خب از 28 حرف یک حرفش حرفی چی بوده است؟ حرفی اقلاب بوده است. خب باقی مانده در 3 موضوع دیگر اظهار، ادغام و اخفا تقسیم می شوند 28 حرف. اکنون یک حرفی ما حرف اقلاب بوده است، اینه آموختیم. سوال: کدام وقت اقلاب می شود؟ جواب: اگر بعد از نون ساکین، من همین نون ساکین و یا تنوین، یعنی بعد از دو زبر دو زیر یا دو پیش، فرق ندارد بعد اینش یا که بعد اینش حرفی ب آید، نون رو پرتفته به جایش میم آورده با غنه خوانده می شود. یعنی اگر نون ساکین بیاید و یا اینکه تنوین بیاید و بعد از وی حرفی ب آید، اگر همین نون ساکینه یا که همین نونی که در حالت تلفظ کردن تنوین وجود دارد، همین ها را نونشون پرتفته در جای نون میم میاریم و با غنه میخونیم. من به حرف سرخ نوشتم با غنه را، چون که این اشتباه در اکثریت مردم هست. با غنه خواندن اقلاب این شرط، یعنی شرط اقلاب غنه کردن است. چگونه؟ حاضر انشاءالله اکنون از مثال ها خوبتر میفهمیم. مثال ها: خب کلا لینبذن فی الحطمه. بینید کلا لیون بذن آمدگی است، نون آمدگی است. نون چی دارد؟ علامت سکون دارد، یعنی نونی ساکن آمده است. بعد این نونی ساکن حرفی ب آمدگی است. قاعده ما چی بود؟ اگر بعد از نونی ساکن و یا تنوین حرفی ب آید، نون رو پرتفته به جایش میم آورده خوانده می شود. میم آورده با غنه خوانده می شود. اکنون ما باید که چی خیلی بگیم؟ کلا لیون نگیم، لیوم بگیم. خب لیون نه، در جای نون میم میگیم لیوم. اکنون با غنه باید کنیم. غنه چی بود؟ قپیده ایستادن. مقدار 2 حرکت باید حتمی باید ما اقلاب قپیده بستیم. کلا لینبذن فی الحطمه، کلا لینبذن فی الحطمه. اگر کسی بخواند که کلا لینبذن، نه درست، چون که لیوم باید مقدار 2 حرکت یا اینکه 2 الف خب باید که داشته استیم. مثال دیگر: و اما من بخل و استغنى، و اما من بخل و استغنى. بینید بعد نون ساکن قاعده ما چی بود؟ اگر بعد از نون ساکن و یا تنوین حرفی ب آید، حرفی ب آید، نون رو پرتفته به جایش میم آورده با غنه خوانده می شود. یعنی چه خیل؟ اکنون ما در جای همین نون میم میاریم. و اما من بخل و استغنى، در جای نون میم آوردیم و غنش کردیم، یعنی 2 ثانیه ما چکار کردیم؟ قپیدیم همون میمه. و اما من بخل و استغنى. خب مثال دیگر: الا من بعد ما جاءتهم البینه، الا من بعد ما جاءتهم البینه. خب اینا دیدید انشاءالله. دیگر مثال: بینید نونی ساکن آمده است، یعنی نونی که حرکت ندارد، نه زبر نه زیر نه پیش، و بعد از وی حرفی ب آمده است. ما باید که حرفی ب را ببخشید حرفی ب و حرفی نون سرخ میکردیم، اینجا حرفی ذل گذاشته است، این اشتباه است. خب اذ انبعث اشقاها، اذ انبعث اشقاها. خب از این مثال های قسمت اول من اینجا اشاره کرده گستم. از قسمت اول 1 2 3 4 آیه که آوردیم، شما دقت دید که همه مثال ها بعد از نون ساکن حرفی ب آمدگی است. من اینجا بعد از نون ساکن حرف ب آمده است. و این مثال ها بینید که بعضا نون ساکن در یک کلمه با حرف ب می آید، مانند لیوم بذن، یعنی هر دوشان در یک کلمه هستند. بعضا نون ساکن
در دیگر کلمه میآید و حرف ب در دیگر کلمه میآید. خب اینا بینید عیناً همین چیز. انا اکنون مثالای دیگرش: کلا لئن لم ینته لنسفعا بالناصیه. در اینجا بعد تنوین دو زبر، یعنی بعد تنوین قاعده ما چی بود؟ اگر بعد از نونی ساکن و یا تنوین حرف ب آید، نون رو پرتافته به جایش میم آورده با غنه خوانده می شود. کلا لئن لم ینته لنسفعا نمیگیم لنسفعا بالناصیه. یا که مثال دیگر: و انت حل بهذا البلد، و انت حل بهذا البلد. بعد تنوین اون یعنی دو پیش حرف ب آمده است، ما در جای نونی همین تنوین میم میاریم و غنه میکنیم. و انت حل بهذا البلد. خب یک دو ایضاح دیگر شرح میتیم. ایضاح گفتیم یعنی یک روشنی، بعضی نکته ها را باید دقت دیم. یکم علامت اقلاب میم خردکه می باشد که در بین نون ساکن و یا اینکه تنوین و حرف ب نوشته می شود. یعنی نشانه اقلاب چی است؟ یک میم میدچه هست که در بین نون ساکن و ب نوشته می شود، یا که بین تنوین و ب، یعنی گفتیم که بعد نون ساکن و یا تنوین حرف ب که می آید، در بین همینا میم میدچه نوشته می شود. خب من این شکل است. یعنی بینید میم دمچش طرف پایان است. برای چی من این چیز قید میکنم؟ چون که یک میم دیگر داریم وقف لازم است و علامت وقف لازم است، در بالای حرفا نوشته می شود. همین خیلی میم میدچه و یکمش که بعد نون ساکن و تنوین و حرف ب روبرو شدنش نآمده است. دیمش که وای در کدام حالت چی نشانه دیگر دارد؟ همین دمچه همون میم طرف پایان نه، معنی خیلی طرف راست رفتگی است. خب معنی خیلی دمچه سنی پایان نیست، راستکی آمدگی است و یا وقفی لازم میگن. نقشی و دیگر چیز است. خب اینا گفتیم که علامت اقلاب همین شکل است. مثال: کلا لینبذن فی الحطمه. دیدید میده چه دبلو نویستگی فهمیده می شود که همین نون پرتفته و با جاش ب آورده خوانده می شود. یا که من اینجا الا من بعد. خب میمی در جای نون میم آورده خواندیم. یا که و انت حل بهذا البلد. بینید میمی میده چه بلوده نویستگی است. شما باید که قاعده اقلاب خب تا همون حد باید دانید که اگر میم نوشته باشد یا که نوشته شده نباشد هم شما باید همین قاعده رعایت کرده تانید. شما این میم اهمیت ندید، چون که در بسیاری چاپ های امروزه همین میم نوشته شدگی نیست. فقط شما از روی همون دانستن اقلاب، از روی تلفظ شما میتونید که اینا فهمید. و اینم یک چی گوییم، یک تقاضای طبیعت است. وقتی تلفظ کردن قین است. وقتی که حل بهذا البلد گفتن یعنی بعد نون در حال به حرف ب گذاشتن مشکل که هست. به همون خاطر عالما چیکار کردن؟ برای تسهیل قاعده های تجوید به خاطر تسهیل است، یعنی آسان کردن و به خاطر آسان تلفظ شدنش در جای نون میم میارن میخونن. خب ایضاح دوم یا که روشنی دوم: هنگام تلفظ نمودن حرف میم باید لبها با هم رسند. خب این یکم شرط. یعنی بعضی ها میگن که اینجا بحثی بین علمای تجوید در مخرج همون حرف میم بحث زیاد است. میگن که باید وقتی تلفظ کردن همون میم نون میپرتیم تا جاش میم میاریم و همون لبها با کلگی باید نرسن. مثلا وجیء یومئذ میگن اخفا، یعنی کمی به اخفا مانند میکنن و به همین خاطر بحث است. اما بنده به همین قناعت رسیدم که یعنی چیکار میکنیم؟ اخفا نه بلکه اقلاب کرده میشود. چون که وقتی که اونایی میگن که مثلا ما همینجا اخفا میکنیم، همون لبها را با پرگی نمیرسونیم، کمی بین لبها خالیگی میآید گفته در موضوع اقلاب. میگن به خاطر که ما
نون میبیاریم، نون تغییر میتیم، میم میاریم، میم اخفا میکنیم به حرفی ب، اخفای شفوی میشود میگن. و همه خیلی بسیار بحثا میکنن. ما میگیم که اگر رفت شما اخفا کردن میخواستید، چرا نون از بین بردید؟ ما میتونیم که همون نون را خودش اخفا کنیم، مین بینی بگیم، مین بینی میگفتیم، نون میمش تغییر نمیدادیم. یعنی میم آوردن ما به خاطر آسان تر شدن بود. ما با این کارمون که باز بعد میم از بین، نون از بین بردن، میم آوردن با میم اخفا کردن، باز یک باره کار پیچیده تر میکند. بنابراین در اکثریت کتاب‌های تجوید خب چی نویسگی هستن؟ بعد از نون ساکن پرتافته به جایش میمی روشن ظاهر، یعنی میمی که خب روشن است آورده خوانده میشد. خیلی میمی که نصف دهن کمی خالی بیاید، این خیلی چیز نیست. اکثرا همین خیلی قید میکنن. اما یک نفر دو نفر روایت های هسته که خب چیکار میکنن درباره همینجا اخفا کردن نون و میم بحث ها هستند. این دویم روشنی بود. یعنی گفتیم هنگام تلفظ نمودن حرف میم باید لبها با هم رسند. دویم و مقداری 2 حرکت غنه کرده شود، که نگفتیم که باید حتما قپیده استیم. اگر نقپیم این حق ادغام، حق اقلاب ادا شدگی نیست. آخران چیز اقلاب در زبان تاجیکی نیز وسیع استفاده می شود. این گفتیم از طبیعت انسانی است که وقتی تلفظ کردن همین اقلاب در زبان تاجیکی ما هم هست. برای مثال انبار می نویسیم، انباری خاک میگیم یا انباری متاع میگیم، یک چیز سکلاد میگیم به زبان روسی. انبار می نویسیم، نه که وقتی تلفظ کردن انبار میگیم، همین نون به میم تبدیل می یابد، انبار. یا که انبور می نویسیم، هم اسباب است کو انبور، انبور میگیم انبور میخونیم. یا که سنبوسه می نویسیم، سنبوسه میخونیم، در جای نون میم میخونیم. یا که دوشنبه می نویسیم، خب دوشنبه میخونیم، سه شنبه و غیره. یعنی دوشنبه، سه شنبه، چهارشنبه، پنجشنبه، همه اینها با نون یا که با حرفی نه نوشته میشود و صدایش چی است؟ حرفی م تلفظ میشود. خب این بود درس موضوع اقلاب. ان شاء الله امیدوار هستم که خوب فهمیده باشید. سبحانك اللهم و بحمدک، نشهد ان لا اله الا انت، نستغفرک و نتوب الیک.